پولی که از افغانستان به یغما رفته مدت 4 ماه قبل از که یماجان سیاوش شهید شوه، این پولا را از میدان هوایی اینا را توسط صندوق ها اینا را اخراج میکردن. ما قبل از اینکه خود به وکالت کاندید کنم، ما افسر مکتبی وزارت داخله بودم. تمام صنفی های ما به میدان هوایی بودن. یک روز جمعه صنفی های ما آمدن خانه ما خالد در سالان بود، گفت که اینا از طرف شو کارمندای شورای امنیت و پی پی اس میایه، ما را پس میکنه، کامراها را خاموش میکنه، یک تیاری سفید بدون مارک میایه داخل میدان هوایی استاد میشه، صندوق ها را میبره. ما این مسئله را امرای اتمر وزیر خارجی وقت افغانستان در میان گذاشتم، امرای سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در میان گذاشتم، امرای وزیر داخله آقای مسعود اندرابی در میان گذاشتم. همگی از 3 تا زنده